کدوم یه جور معما بعضی واژه های راستن بعضی واژه های منو آدما نقشای رنگین گاهی شدن گاهی غمگین آخه زندگی بنا نیست که سر و سر باشه شیری زیر آسمون این شهر چرا دشمنی چرا غم وقتی که میشه تو بی کرد جام زندگی رو هستم جام زندگی رو هستم آدما خوابن و بیدار آدما راضی و بیزار آدما قصه جانی قصه شون قصه تکرار چی حقیقت چی سرابه چی گناهه چی ثوابه دقه های آشنایی صورتی پشت نقابه صورتی پشت نقابه آدما بسیار عالی جناب امیر محمد سلیمان ها، خیلی خوش آمدید از گوهردشت کرج. از گوهردشت کرج چه خبر قربان؟ سلامتی. بسیار خوب. من از همینجا از فرصت استفاده میکنم به امیر تاجیک عزیز سلام میکنم اگر ما رو میبینه، با آهنگ زیبایی که اجرا کرده، شما زیبا اجرا کردید. خب اگر موافق هستید بریم سراغ امتیازاتتون. 4 تا 20 داریم، معلومه کدوم همراه شما؟ بله شما ببینم. بله 20 دیگه مشخصه دیگه. بسیار خب 20 40 60 75 95 105 120 و 130 امتیاز. تشویقشون بفرمایید. خواهش می‌کنم. 130 امتیاز مجموع امتیازات شما بود که همراهان به شما دادن. چه امتیازی خودتون به خودتون میدین قربان؟ 15 امتیاز. و رقبا شما چه امتیازی رو میدید؟ 3 2 1. آقا حسابتون خوبه؟ پس خودتون زحمت بکشید کنار پلاک ها بقیه‌اش رو هم حساب کنید. نه کنار پلاک ها حرکت بکنید که تصویر شما رو بگیرن. و 15 امتیاز هم خودتون اضافه دادید یا مجموعش شد 100 امتیاز؟ 115 امتیاز. بله 15 امتیاز خودتون حساب نکردید. موفق باشید و استاد شعبان خانی. ایشون صداشون پرحجم و خیلی خوب بود. منتها خوب از فالشی داشتن یه مقداری که از کوک خارج بود. یه مقدار هم از رید فکر میکنم. من یه سوالی دارم از ایشون، به خاطر اینکه اون حسی که میگیرن حس خواننده است که خب آقای ابی سالها پیش این تیپ صدا رو به خودشون گرفتن و ادامه دادن و خدا رو شکر موفق هم شدن. ولی بچه های جوون فکر میکنن که اگر بخواد موفق بشن اون حالتی که دقیقا اون حس رو میگیرن و اینو باید فراموش کنن، چون اگر بچه های این بر بچه های تو ایران اکثرا اونایی که
این حس رو دارن، صدای آقای ابی رو چیز میکنن، الان تعدادشون زیاده و اینقدر تعدادشون زیاده آدم نمیدونه اصلا چی کار بکنه و هر کدوم اینا اگر بخواد ثبت داده بشه بسیار مشکله. و هر حال از این حجم قشنگ صدا میشه بهتر استفاده کرد. دقیقاً درسته استاد. اصلا یکی از امتیازاتی که ما به عزیزان شرکت کننده میدیم این که صدا تقلید نباشه، صدای خود شخص باشه. من فکر میکنم به تعداد حنجره هایی که خداوند در گلوی انسان ها گذاشته صدای زیبا هست و هر کس با صدای خودش مطمئناً زیباترین اجرا رو خواهد داشت. از شما تشکر میکنم به خاطر حضورتون و میریم بدون معطلی سراغ شرکت کننده بعدی.